فاندامنتال اف نتورک شروع میکنیم. یعنی شبکه را شروع میکنیم. یکی در این کورس کدام موضوعات میخوانیم. اول او را میبینیم که کدام موضوعات در این کورس شامل است. موضوعاتی که در این کورس شامل است عبارت از what is network، این را میخوانیم که شبکه چی است. why networking، چرا شبکه میخوانیم، چرا شبکه جور میکنیم و شبکه به خاطر چی استفاده میشه. type of network، انواع شبکه را میخوانیم. اینترنت چی است، چه قسم کار میکنه، اینترنت هم میخوانیم. network devices، وسایل شبکه را میخوانیم. کیبلینگ، کیبل چی است، به خاطر چی استفاده میشه، انواع کیبل ها را، کیبل چه قسم ساخته میشه. نتورک تاپولوژی، تاپولوژی نتورک میخوانیم. درباره نتورک پروتکل گپ میزنیم. آی پی، این آی پی ادرس تشریح میکنیم. تقریبا فایل شیرینگ، پرینتر شیرینگ، چه قسم در یک شبکه فایل شیر کنیم، پرینتر شیر کنیم و دیگه موارد. ریموت دسکتاپ کنکشن، چه قسم از راه دور در یک کامپیوتر داخل شویم، اکسس کنیم. و ریموت اسیستنت هم میخوانیم. در آخرین کورس وایرلس اکسس پوینت کانفیگریشن میخوانیم، چه قسم یک وای فای کانفیگر کنیم و دیگه موضوعاتی که موضوعات دیگری هم در این کورس شامل است که بعد تعقیب این موضوعات هم میخوانیم. بخیر، خب میایم اول شروع میکنیم که نتورک چی است. یعنی شبکه و نتورک معنیش در این شبکه. نتورک چی است؟ what is network? A network is connection of two or more computer to share resource. شبکه عبارت از وصل شدن دو یا چندین کامپیوتر که به خاطر شیر کردن یا نشر کردن ریسورس استفاده میشه. ریسورس عبارت از منابع، او که هارد باشه یا سافت باشه. این شبکه وقتی که دو کامپیوتر با هم وصل کنیم ایرا نتورک میگه، کامپیوتر نتورک میگه. اصلا نتورک معنیش اینترکنکشن است یا وصل شدن. مثلا یکی وصل شدن افراد باشه مثلا در جامعه، یا مثلا وصل شدن چندین کامپیوتر باشه ایرا نتورک میگه. ولی ما شما کامپیوتر نتورک میخوانیم که عبارت از وصل شدن دو یا چندین کامپیوتر به خاطر شیر کردن ریسورس یا دیتا استفاده میشه. که در شبکه یعنی یک کامپیوتر نمیتونه شبکه جور بکنه، دو یا بیشتر از دو. مثل که شما میبینین این کامپیوترها با هم از طریق کیبل وصل است و بین خود دیتا را شیر میکنه. مثلا اینجا پرینتر شیر است، این کامپیوتر میتونه از پرینتر هم استفاده کنه، کامپیوتر میتونه با این کامپیوتر دیتا را روان بکنه. اینا شبکه میگه. یعنی شبکه وصل شدن دو یا چندین کامپیوتر به خاطر شیر کردن دیتا استفاده میشه. دیتا یا ریسورس مثلا هارد باشه یا سافت باشه. میایم why use network، چرا نتورک استفاده میکنیم. sharing information، به خاطر نتورک استفاده میکنیم که بین چندین کامپیوتر ما و شما دیتا را شریک بکنیم. مثلا در یک دفتر ضرورت میشه یگان اسنادا را شیر بکنه، مثلا هر دقیقه فلش روان میکنه، سخت تمام میشه. بینشان یک شبکه میسازه و میتونه از طریق کامپیوتر هم دیتا را با هم چکنه شیر بکنه. یعنی به خاطر شیر کردن دیتا استفاده میکنیم. و دیگه شیر هاردویر این سافتویر، به خاطر شیر کردن هاردویر و یا سافتویر استفاده میکنیم نتورک. مثلا هاردویر چه قسم، مثلا فرض بکنید یک دانه دفتر است و دوجا ما نیاز به پرینتر داریم. فکر بکنید دو دفتر 10 دانه کارمند است
و دادن کارمند پرینتر نیاز داره و این قیمت تمام میشه که با هر کدامشان ما شما پرینتر بگیریم. یک قسم میکنیم که یک پرینتر میگیریم و او را در بین شبکه شیر میکنیم که هر نفر از او پرینتر استفاده بکنه. هاردویر یک مثال دیگر را بدم، مثلا در یک دفتر مثلا یک دانه سی دی روم یا مثلا یک سی دی روم است، میخواین این سی دی روم چندین کامپیوتر استفاده بکنه، طریق شبکه میتونید سی دی روم هم چی بکنید شیر بکنید که دیگه من براتون ذکر کردم. یعنی میتونید در شبکه هاردویر شریک بکنید و سافتویر. فکر مثلا یک دانه دیتابیس شما ساختید و میخواین از اون دیتابیس چندین نفر استفاده بکنه، خیلی به خاطر اون یک شبکه میسازیم که اون سافتویر در بین شبکه چی کنیم شیر بکنیم. و به خاطر لایو ویدیو این آدیو برادکاستینگ به این معنی که به تمام عضوای شبکه شیر شود. مثلا تلویزیون مثال بدم براتون، فکر بکن تلویزیون که تلویزیون با تمام مردم مثلا تمام برادکاست میشه شیر میشه. اول تلویزیونی که مثلا یک شبکه تلویزیونی ساخته میشه، خب به خاطر اون یک شبکه اول ساخته شود، یعنی به خاطر لایو ویدیو این آدیو برادکاستینگ. یا مثلا به خاطر ویدیو کانفرانسینگ استفاده میشه. فکر بکن مثلا درسای آنلاین که در یک کورس یک صنف استاد مثلا در خانه شما در اینجا ششتین و استادتان مثلا در دیگه جای باشه درس براتون میده، فکر میکنید که در داخل یک صنف هستین، به خاطر اون چی میشه استفاده میشه. یکی با اینترنت شما وصل هستین، با درس میبینید. این هم یک شبکه است که با اساس شبکه با استاد درس شما میخونید. و دیگه ایمیل مسیجینگ به خاطر مسیج کردن الکترونیک مثلا استفاده میشه. و پرینتر هم براتون گفتم که با شبکه شما پرینتر هم شریک کرده میتونید، سی دی روم هم شریک کرده میتونید. دیگه موارد دلیل هم زیاد داره، خود چندین دانه که من براتون دیگه ذکر کردم کفایت میکنه. مثل که دیگه عکس باز درشنی کنم براتون. فکر میکنین یک دفتر است، یک دانه پرینتر است دیگه. این کارمند هم میتونه از کامپیوتر پرینتر استفاده کنه، این کارمند هم میتونه از پرینتر استفاده کنه و این میتونه با این دیتا روان کنه، این میتونه با این دیتا چی کنه روان بکنه. خب میایم که در درس شما چی یاد گرفتین، از خودتان یک امتحان میگیرین و این سوالات جواب بکنین و در واتساپ یا در گروپتان بانین که نتورک چی است، چرا شبکه استفاده میکنیم و آیا میتونیم سی دی روم در نتورک شیر کنیم، آیا میتونیم افراد در نتورک شیر بکنین. این سوال شما جواب بدین، سوالات شما جواب بدین و در گروپ روان بکنین.